بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای عزیز سلام و احترامات. امیدوار هستم لباس عافیت بر تن داشته باشید، روزهای خوش را سپری کرده باشید. دکتر کامبیز صدیقی هستم، متخصص ارتوپدی. دوستای عزیز، برنامه امروز ما با تعقیب برنامه قبلی ما که راجع به کسرهای قسمت متوسط فیمور گپ زده بودیم. دوستای عزیز، در قسمت کسرهای قسمت متوسط فیمور اعراض علائم کلینیکی را که در اینجا نشان میده، معمولا دوستای عزیز کسرهای قسمت متوسط معمولا خونریزی های خود می داشته باشه، حتی بعض اوقات تا 1500 سی سی خون شخص ضایع میکنه. به همین خاطر این مریضا در شاک می باشن. مریضایی که به شفاخانه مراجعه میکنن باید اولین کاری که برای از این مریضا صورت بگیره تداوی شاک برش باید صورت بگیره. ورید مریض باید باز شوه، خون برای مریض باید تطبیق شوه، مایات برش داده شود تا مریض از شاک بره. دوستای عزیز، بهترین کاری که برای مریض دفعتا ما انجام داده میتونیم، این مریض را باید پای مریض باید به یک وضعیت بدیم، تثبیتش کنیم. اگر دفعتا اسپلن برش مانده نمیتونیم، یک آله در شفاخانه ساختمان هستن که به نام آله کرایمر یاد میشه، میتونیم توسط آله کرایمر همراه بنداش بستش کنیم تا باشد که از اختلاطات بعدی جلوگیری شود، چون کسرهای قسمت متوسط یک اندازه اختلاطات خود داره، خطرناک هست. حتی اگر امبوله شحمی بده متاسفانه مریض وفات میکنه، دایم میشه. با این خاطر دوستای عزیز کوشش شود که ساعه کاملا تثبیت شود و تداوی بعدی باز برش صورت بگیره. با تعقیب کسر فیمور قسمت متوسطش قسمت سفلی یا قسمت پایانترش هست که به نام کسرهای سوپراکاندیل و کسرهای کاندیل یاد میشه، چون دو بارزه‌ای که در این قسمت قرار داره، یک بارزش در قسمت اونسی به طرف داخل و یک بارزش به طرف اونسی یا به طرف وحشی یا به طرف خارج هست. این بارزه ها معمولا از باعث تریزات باعث چی میشه؟ باعث کسرشان میشه. دوستان عزیز، کسرهای قسمت سوپراکاندیل معمولا کسرهای خارج مفصلی هست، با مفصل کدام ارتباط نداره، کدام خط کسری به داخل مفصل ایجاد نمیکنن. این کسرها دوستان عزیز وقت کسر واقع میشه با مکانیزم های مختلف به وجود میتونه به شکل دایرکت یا به شکل ایندایرکت یا مستقیم یا غیر مستقیم از سبب ضربات کسر واقع میشه. در صورتی که اگر کسر ما خط کسری موجود باشه و دیسپلیس نباشه، میتونیم یک سرکولاژش کنیم، یا در صورتی که اگر اوزایما داشت اسپلن برش تطبیق میشه. در صورتی که کسرها به شکل کسرهای باشن که دیسپلیس باشن، بیجا شدگی داشته باشن، میتونیم از پلیت هایی که به نام پلیت های کاندیلر یاد میشه برش پلیت کنیم. اگر پایانتر از او بیاییم، کسرهای قسمت کاندیل هست. این کسرها عبارت از کسرهای هستند که خط کسی به داخل مفصل ادامه پیدا میکنه. به این خاطر این کسرها را معمولا به نام کسرهای انترا آرتیکولار یا کسرهای داخل مفصلی یاد میکنن. دوستای عزیز میتونه یک کاندیل کسر کنه یا میتونه هر دو کاندیل کسر کنه همزمان. میتونه این کسرها بیجا شدگی نداشته باشه، میتونه که کاندیل ها کسرهای باشن که دیسپلیس باشن یا بیجا شدگی خود را داشته باشن. معمولا دوستای عزیز چون سایه مفصلی هست در اعراض علائم کلینیکیش، اما که اعراض علائم کلینیکی معمولا میتن مثل درد و مثل اوزایما و مثل کیموز و عدم تحرکیت و از یک سوی شکل، دوستای عزیز این کسرهای قسمت کاندیل ها چون سایه مفصل است، کسرهای داخل مفصلی است، یک همارتروز یعنی تجمع خون و مایع در اینجا ایجاد میشه که یک پوندیدگی کلان را در قسمت زانو به وجود میاره. چطور تداوی میکنیم دوستای عزیز کسرهای کاندیل ها یا قسمت مفصلی را؟ معمولا تا 24 ساعت مریض نگاه میشه، امو همارتروزش بعد از 24 ساعت تخلیه میشه، ساعت پاککاری میشه، همراه امو سرنجی که در دسترس می باشه که یک اندازه بزرگتر باشه تا 60 سی سی را، چون همین مواد باید تخلیه شد، چون مایعی که هست یا خونی که در اینجا تجمع کرده به نام همارتروز یاد میشه باید تخلیه شد. بعد از اینکه تخلیه شد، اگر کسر بیجا شدگی نداشته باشه، اسپلن برش تطبیق میشه. در صورتی که اگر اوزایما موجود نبود، میتونیم مستقیم پلاسترش کنیم یا سرکولاژش کنیم. در صورتی که اگر یک کاندیل کسر کرده باشد، دیسپلیس باشه، میتونیم توسط یک اسکرو سارا تثبیت کنیم. اگر هر دو کاندیل کسر کرده باشه، پلیت هایی که به نام خودش یاد میشه به نام پلیت های کاندیلر یا تی پلیت، در این صورت میتونیم بر مریض عمل سرجری یا عملیات انجام بدیم. دوستای عزیز، برنامه امروز ما راجع به قسمت سفلی عظم فیمور یا عظم یا استخوان ران بود که راجع به
تجهیزاتش، کسرهایش، راجع به اعراض علائم کلینیکیش و تداویش مختصرا صحبت کردیم. امیدوار هستم قابل توجه شما قرار گرفته باشد. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.